اصلا کیف کردیم حاج آرتتا، میکل جون نوکرتم. ولی خودمونی حاجی کاپیتانی به این بوکایو ساکا هم اومده. اصلا تیم از این رو به اون رو شده. خدای خیلی خوب بازی کردن. سلام آقا، چه کردی آرسنال؟ یعنی اتلتیکو مادرید که سمبل سیستم دفاعیه و ته دفاع کردن، یعنی 4 تا آرسنال زد ترکوندشا. خدایی نگفتم اودگارد نباشه آرسنال خیلی بهتر بازی میکنه. یعنی اودگارد نیست، آرسنال خلاقیتش خیلی بیشتره، خیلی بهتره. این دور سر چرخیدن و این توپ نگه داشتن اون وسط رو نداره. و چه کرد آقا زوبیمندی؟ یعنی بازی سریع، پاسکاریای سریع. نمیدونم خیلی جالب بود. نمیدونم تفاوت سبک بازی انگلیس و اسپانیاست، یا نمیدونم این هیجانی که توی چمپیونز لیگ وجود داره باعث این اتفاقا میشه. همین آرسنال 3 شب پیش مثلا جلوی فولام با 1 گل با هزار بدبختی تونست بالاخره بازی رو 1-0 ببره. امشب جلوی اتلتیکو مادرید اصلا یه تیم دیگه ای بود. یعنی اینقدر بازی روون بود، پاسکاریا سریع، هرچند ممکن سوتی موتی بدن ولی خیلی راحت توپ جلو میرفت. یعنی مثلا پاسای تو عمق زوبیمندی فوق العاده، دکلان رایس عالی، پاسکاریا پاسای بلند، یعنی اون معطل کردنای توپ وسط زمین رو اصلا نداشتیم. بازیکن‌ها خلاق بودن، شوت میزدن. پاسکاری اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود، بازی فوق العاده بود. اصلا کیف کردیم حاج آرتتا، میکل جون نوکرتم. ولی خودمونی حاجی کاپیتانی به این بوکایو ساکا هم اومده. اصلا تیم از این رو به اون رو شده. خدای خیلی خوب بازی کردن. قبل از اینکه بریم با هم دیگه بازی رو ببینیم، لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، واسه دوستاتون هم بفرستید که بیشتر و بیشتر ویدیوها رو ببینن و ما هم کیف کنیم. نوکرتونم. خب بازی رو با این نمای زیبای ورزشگاه امارات شروع می‌کنیم. توپ خوشگل، آقای داور توپو میده به این فنچول که بیاره وسط زمین. حاج میکلم میاد و با دیگو اینجوری میرن تو بغل همدیگه و بازی شروع میشه. آقا شروع بازیشون هم خیلی باحالانه. کن چقدر، یعنی به محض که توپو میدن عقب بازیکن‌ها با این سرعت میرن جلو، یه سازماندهی خفنی دارن. جالب اینجور سبک بازی. یعنی آرتتا یه حالا همیشه میگم انتقاد میکردم از اون بازی که سعی میکنه نتیجه‌گرا باشه و فلان، ولی یه تحسینی هم بکنیم آرتتا رو سر این قضیه که خیلی کادر فنیشون، یعنی کادر فنی آرسنال خیلی خیلی به نظر من نکته بینه. یعنی سعی میکنه از چیزهایی رو کرده این سبک بازیش که مثلا شروع کردن بازی، کورنرها، ضربه های ایستگاهی، یه کارهایی رو مثلا انجام میده که مثلا شاید خیلی ها بهش توجه نکنن. چون الان خودتون میدونید که الان فوتبال امروز دنیا همه دنبال تاکتیکا هن که مثلا چجوری پرس کنن، چجوری دفاع کنن، چجوری حمله کنن. اینا رو همه تو فکرشون هست و راجعش برنامه‌ریزی میکنن. اما یه سری نکاتی هست که کسی بهش فکر نمیکنه و این تیم مربیگری آرسنال داره از این استفاده میکنه که خیلی جالبه. آقا همین اول بازی این توپگیری‌های وسط زمین زوبیمندی و دکلان رایس فوق‌العاده بود. این توپو نگاه کنین شما. اینجا توپو راحت دور کرد، اینجا توپو برگردون با سر آوردن اینجا و نگاه کن پاسکاریا رو اصلا خیلی روون میچسبید و این ضربه ازه خورد به تیرک. اول بازی اول موقع این چکشی دکلان رایس هم فوق العاده بود، اگه نشسته بود خیلی خوب. این پاسکاریا رو ببینید چقدر قشنگ اصلا رو تیم میشینه. یه چیزی که بگم، این ترکیب آرسنال خیلی چغر بود، خیلی سرعتی بود، خیلی خوب بود. تیمبر سمت راست و لوئیز اسکلی سمت چپ، با اینکه قدشون کوتاه و میانگین قدی اتلتیکو تو این بازی خیلی بالا بود، اما این چغر بودنشون خیلی به درد تیم خورد. یعنی من هر وقت این دوتا میان توی زمین، هرچند کالافیوری سمت چپ خیلی خوبه، از اون طرف هم بن وایت سمت راست، اونم وقتی بازی میکنه فوق العاده بازی میکنه. حالا به خاطر مصونیت خورده کم و بیش بازی میکنه، اما این دوتا خیلی چغرن. یاد برزگر سمت چپ و خان محمدی سمت راست پرسپولیس میافتن. واقعا خیلی خوبه، نه خدایی خوب بازی میکنن. و اینجا ببینیم میگن توپا میرسید، یعنی پاسکاری میگن توپا میرسید. این پاس ازر رو نگاه کنید، تو عمق واسه ساکا ضربه زدن. این توپایی که میوردن وسط و پیش اودگارد نگه میداشت، حالا بشینه فکر کنه آقای مهندس برنامه ریزی کنه که الان به کی بدم اوا که اون حالا بخواد بیاد گل بزنه. نمیدونم این یه پاسی بدم که همه بگم وای اودگارد چه پاسی داد. پاسای خیلی مستقیم، پاسای ساده، از سرعت، از همه چی استفاده میکردن و بهترین نتیجه میگرفتن. اینجا هم یه موقعیت مال اتلتیکو، آقای رایا یه سوتی خیلی بد داد، توپی که میتونست همه کار باش بکنه رو یه مکسی کرد و شانس آوردن که اینجا خولیان آلوارز ضربهشو زد. یه لحظه آخر کات بیرون پا گرفت. یعنی اگر توی پا تمام توپ رفته بود
خیلی خفن بود. این توپگیری‌های زوبیمندی رو نگاه کنید، کیف میکنه خدا وکیلی آدم. نگاه کنید پاس ساده، ساکا اینجا زد آقای مارتینلی گل، ولی آفساید شد متاسفانه، که خدایی آفساید هم بود دیگه، حرفی توش نیست. و اینجا این ضربه آقای آلوارز، خدایی این نیم متری بچه اتلتیکو مادرید خیلی خوبه. نگاه کنید اصلا شوتاش با اعتماد به نفس میزنه، یه شانسی هم نمیزنه، یعنی اینا رو تبحر داره، یعنی توی ان تا گل شاید همینجوری زده، اینم فوق العاده زد خود به تیرک. اینو نگاه کن، اینو نگاه کن، پاسو ببینی خدا وکیلی با چه اعتماد به نفسی زوبیمندی چه پاسی داد، کیف نمیکنه آدم. و هنرنمایی آقای دکلان رایس به همراه آقای گابریل، یعنی این دوتا، این وقتی که ضربه کورنر یا ضربه ایستگاهی میشه دکلان رایس دستشو میاره بالا، شما دیگه فاتحه تیم حریف رو باید بخونین. شما اینجا نگاه کنید آقا دکلان رایس دستشو میاره بالا، سانت گابریل رو ببینید از کجا حرکت میکنه میاد میذاره، اصلا پسر ضربه ایستگاهیشو خدای فوق العاده است. نگاه کنید گابریل از اون پشت حرکت میکنه، آفساید که اصلا نیست، و میاد اینجوری یهو کات میکنه، خیلی خوبه خدایی. و گل دوم ببین لوئیس اسکلی رو ببینید، شما اسکلی رو ببینید، نگاه کنید این وسط سرعتی قشنگ چغر حرکت میکنه، میاره اینجا و بدون مکس آقای مارتینلی به زیبایی هرچه تمامتر. نگاه کنید این پاسو ببینید، این پاسو ببینید، خدا وکیلی اگه الان اودگارد تو زمین بود این توپو الان نگه نمی‌داشتن، میدادن رو به عقب به اودگارد بیارن وسط زمین که حالا چی بشه که این آقای اودگارد بخواد حالا پاس توی اون بده، یکی بیاد ساند کنه، نمیدونم از این کارا. ببینید کیف میکنه آدم، عالی زد ضربه‌شو. و در ادامه این یکی پاس زوبیمندی رو ببین، نگاه کنید چه پاسی داد به مارتینلی. ازه میخواست قیچی خوشگل بزنه نشد و آقای گیوکرش بالاخره تلسمش شکسته شد و خوشحالی معروفش. و این یکی گل رو ببینین، وای یکی گل رو ببینین، دوباره آقای دکلان رایس دستشو میاره بالا، سانت گابریل رو ببینین از کجا فرار میکنین، بشر چیه اصلا این دوتا انگار مچم به گابریل خدایی خیلی دید خفنی باید داشته باشه که بدونه چجوری حرکت کنه بره دقیقا همونجایی توپ هست، یا اینایی که اصلا نمیدونم چه تمرینی با هم دیگه میکنن، فوق العاده بود این حرکتش. گل نگاه کنید، نگاه گابریل رو ببینید از اون پشت حرکت میکنه، فرار اون پشت، چه پاس رو به بیرونی با هد داد. ببینید و واقعا گفت ژوب توپ فرستاد تو دروازه، آقا گفت ژوب توپ رفت توی دروازه آقای گیوکرش. و اینجا میبینید آقای تدلسو و دستیارش توی فیلم تدلسو که خیلی مشتاقم هر چه سریعتر فصل 2 شروع شه ببینم، واقعا فیلم خوبی بود، یعنی یه جورایی هم واقعا روانشناسی ورزش بود، روانشناسی زندگی بود، انگیزشی بود، فوق العاده بود فیلم. هر کی اگه فصل 1 رو ندیدین حتما ببینید که فصل 2 بکنم به زودی بیاد. و اینجا اشاره‌ای که داره میکنه به نظرم داره میگه که انگار دکلان رایس اصلا شلیک میکنه، یعنی هدفگیری میکنه که چجوری بندازه که گابریل بزنه. فوق العاده بود. من که خدایی بعد از مدت‌ها یه بازی که 90 دقیقه نشستم نگاش کردم، کیف کردم، لذت بردم، لحظه به لحظهش هیجان انگیز بود و فوق العاده بود. نیمه اولش خیلی هیجان انگیز بود، یه دونه گل هم نداشت، و نیمه دومش در عرض 20 دقیقه 4 تا گل اصلا ترکوند آرسنال. حاج میکل بابت انتقادا که به جا بوده خدایی، ولی دمت گرم، این بازی فوق العاده بود. امیدوارم همیشه همینجور جسور، نترس، شجاع، بدون اضافه کاری. آقا بازیکن سرعتی داری، بازیکن چغره، نمیدونم قدرت بدنی بالا داری، سرزن داری، دفاع خفن داری، همه چی داری بابا، همینجوری نترس بازیکن دیگه، جون جدت نوکرتم. در آخر یه بار دیگه میگم ممنون میشم اگر لایک کنید، سابسکرایب کنید، واسه دوستاتون بفرستید، کامنت بذارید که واقعا باعث دلگرمی مونه، کمک میکنه که بتونم هر هفته ویدیوها رو همینجور با انگیزه براتون بذارم. چاکرتونم.